اسم منم سواسا اوزاراس. ولی خب هر زمینی 2 دروازه داره دیگه. من ریو ایشیگاچی هستم. بشینم با دشمنم شام بخورم. مارکوپولو در مورد حمله مغول‌ها به کشور ایران در کتاب خود چنین نگاشته است: اون میخواست منم پزشک خوبی بشم مثل خودش، اما این وقتی ممکنه که من زن نباشم. یعنی من باید همیشه کارا رو تنهایی انجام بدم؟ من باید زندگی هویج رو نجات بدم. اسم من جومونگه. مجبور بودم هویت اصلی خودم رو مخفی نگه دارم. من پسر پادشاه بویو هستم. از اون گذشته هتی ما میتونیم زندگیمونو با اداره کنسرت سازی تأمین کنیم. در را برایش باز میگذارم و تا آخرین لحظه بدرقه‌اش میکنم، چون هر طور که رفتار کنید با شما همان گونه رفتار میشود. من میتونم با سفری 100 برابر سخت‌تر از این کنار بیام. دوباره میتونین مادرتون رو ببینین. و این گلستان مهر مرا به یاد آور. نیروی عظیمم هراسناک باش. من شنیدم بیشتر مردم تصمیم گرفتن که بچه‌هاشون نذارن از خونه بیرون برن. عشق تو همانند گل سرخی است که در بهار میشکفد. گاز دفعه بعد که خواستیم با هم بیایم پیکنیک، امیدوارم تو اونقدر سر وقت بیای که گرسنه نمونی. میخوام بچه‌ام تو آلمان بزرگ بشن. از تو هم که نمیتونم دور بمونم. در واقع لطف بزرگی کردم که حاضر شدم درباره این ماجرای بی ارزش تحقیقات کنم. شنیدم کاروان شما عازم قلعه هیونتوه. ابرهای تیره سرنوشت تو تاریک کرد.